به نام الله بخشاینده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، مخلصان شبکه قرآن دستور عمل انسان، هر یک شما را خوش آمدید میگویم. برنامه این شامه ما یا اینکه این شبه ما در دهه آخر ماه شریف رمضان آغاز می شود. چنانه که دیروز ما با شما صحبت کرده بودیم و گفته بودیم که ان شاء الله در دهه آخر ماه شریف رمضان برنامه ها آماده میکنیم و پخش زنده است و شما ما را مستقیم تماشا میکنید هر جایی که تماشا میکنید و در هر منطقه های دنیا این لحظه ها هر گونه وقت های مختلف است. در بعضی جا وقتی سحری است، در بعضی جا نوکک تراویح تمام شد و ما کوشش میکنیم و بعضی از سوال های شما که مربوط است بر دهه آخر ماه شریف رمضان صحبت داشته باشیم. و امروز ما به استودیو سهراب عادلیان ختم کرده دانشگاه مدینه منوره فاکولته حدیث شریف را دعوت کردیم و شما را خوش آمدید میگم. و امروز تصمیم گرفتیم درباره دعاها و دعا در ماه رمضان و اجابت آن و عموما درباره دعا با دامولا صحبت داشته باشیم. و سر اول درباره میگفتید که چگونه دعاتی سر قبول می شود و آیا دعا در ماه رمضان و غیر رمضان فرق می کند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، واقعا ماه مبارک رمضان یکی از موضوعهایی که قبول دعا از غیر رمضان فرق میکند. ماه مبارک رمضان یعنی شبانه روزی پر در این ماه قبول شوی دعا نزدیکتر است. یکی از موان قبول دعا، یعنی موان مکان و زمان قبول دعا، هم مکان هم زمان. یعنی ماه مبارک رمضان در شبهایش و در روزهایش قبول دعا نسبت دیگر ماه ها نزدیکتر است، چون سید ماه ها هست و در آخری دهه آخری آن باز نزدیکتر است، برای آنکه در داخل این دهه علل خصوص در شبهایش شب قدر است که دعا در شب قدر مستجاب است. و الله سبحانه و تعالی وقتی که به آیت سوره بقره نظر میکنیم، فرضیت روزه را برای ما وقتی بیان کرد که روزه برای ما فرض است، بعد از آن احکام روزه را بیان کرد، در مابین یک آیت آورد، گفت که و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. اگر بندگانم از من تو را پرسان شوند، به آنها خبر ده که من نزدیک هستم. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. من دعای بنده که از من طلب میکند، دعا میکند، دعایش را اجابت میکنم. این وعده الله سبحانه و تعالی است. بعد این آیت باز درباره احکام روزه گپ زد. احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم. شبهای رمضان زنهای شما برای شما حلال است. احکام روزه است. در مابینش گفت که اگر بنده من از من شما را پرسان کند، بگوید که من با بنده هم نزدیک هستم. یعنی الله تعالی به شخص دعا کننده نزدیک است. وقتی که بنده دعا میکند، الله سبحانه و تعالی او را دوست می‌دارد و به بنده نزدیک می‌شود. من به بنده هم نزدیک هستم، یعنی دعای او را میشنوم و وقتی که دعا میکند، دعای او را من اجابت میکنم. گفته الله سبحانه و تعالی وعده داد. بیهوده نیست که در مابین احکام روزه و رمضان این آیت را گفته باشد. یعنی در ماه رمضان دعا تیزتر شنیده میشود، علل خصوص در دهه آخری این. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که دعای شخص روزه دار پیش از افطارش رد نمی شود. خیلی که در سنن ترمذی یعنی چخیل کرده دعا کنه دامولا، چخیل کرده مثلا بسیاری ها زبان عربی رو نمیدونن، چخیل کرده دعا کنن، چی گویند؟ با زبان تاجیکی، با زبان مادری، با هر زبانی که میتونن، با هر زبانی که برای آنها یعنی قلعی هست
دعا کنن هر چیزی که بر فایده دین دنیا آخرت آنها است از الله تعالی بپرسن. وقتی که بنده میپرسد این دعا توحید است، این دعا یگانه شماریدن الله است، این دعا عبادت است. الدعاء هو العباده. وقتی که بنده دعا میکنه این معناهای بسیار دارد. اولش این که بنده اعتراف میکند که او ضعیف و فقیر و محتاج است و اعتراف میکند که الله تعالی هست، شنوا هست، بینا هست، دانا هست، قادر است که طلب این را اجرا کرد و الا دعا نمیکرد. اگر ایمان نداشته باشه، باور نداشته باشه، برای چی از الله تعالی میپرسد؟ این دلالت به ایمانی بنده میکند و دعا بهترین عبادت است و آسانترین عبادت است. حتی در حالتی که انسان طهارت ندارد، بگذار غسل ندارد، اجازت است که دعا کند. دعا آسانترین عبادت است، در تمام حالت ممکن است. مثلا قرائت قرآن در حالت جنوب بودن اجازت نیست، یا قرآن را قپیده شده خواندن به طهارت هم اجازت نیست. طواف کردن در خانه الله سبحانه و تعالی باید شما اقلا 4-5 هزار دلار صرف کنید برای رفتن به خانه الله تعالی. دعا از جای خستید، راه میگردید، در سری چنبرک ماشینتان هستید، در بالای اسبتان هستید، در زمینتان شدگار دارید، شما میتونید دعا کنید در همه حالت. بسیار عبادت آسان است. و چی رو میتواند که پرسد؟ مثلا کودکان بسیار میگویند که وقتی دعا کنیم هر چیزی که در دنیا برای ما لازم است آن را از الله تعالی بپرسیم یا نه؟ بله بپرسن. واسأل الله من فضله. الله تعالی میگه که از فضل الله تعالی بپرسید. رحمت الله تعالی وسیع است، فضل الله تعالی وسیع است. هر چی میخواهید از الله سبحانه و تعالی بپرسید. و الله تعالی وعده داده است که در جای دیگر وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین. پروردگار شما گفت که دعا کنید، پروردگارتون رو پرسید، استجب لكم، من شما رو اجابت میکنم. و آنهایی که از دعای پروردگار کلانیگری میکنه، از الله تعالی چیزی نمیپرسند، زود است که به آتش دوزخ در حالت خاری میدرآیند. بنابراین الله تعالی غضب میکند وقتی که پرسیده نمیشد. وقتی که یک بنده الله تعالی رو نمیپرسد، این دلالت به چی میکند؟ این دلالت میکند که اون بنده خود رو بی حاجت گرفته است. ما یک میجه زدن از الله تعالی بی حاجت نیستیم. او بعضی اومد که فلان کارم اجرا شد، فلان کار که اجرا شد با دیگر مصیبت ها است، دیگر مشکلی ها است. همیشه ما یک میجه زدن از الله تعالی بی حاجت نیستیم. همیشه ما به الله تعالی محتاج هستیم و الله تعالی بی حاجت است. اگر وقتی که بنده دعا نمی کند الله تعالی غضب میکند. برخلاف بنده ها، وقتی که نزد بنده می روید یا حاجت خود را میگوید، بنده تبش خیره می شود. یعنی تبش واقعا طبیعتی انسانی وقتی که پرسیده می شود غضب میکند و الله تعالی وقتی که پرسیده شد خرسند می شود. پرسیده نشود الله تعالی غضب میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم را پرسیدند که یا رسول چه کنیم که مردم ما را دوست دارند؟ که از پولی مردم نپرسید، مردم شما را دوست می‌دارند. بله، یعنی که الله تعالی را اگر که پرسیده الله تعالی دوست می‌دارد. و بسیاری ها میگویند که داملا ایمانی کس هر وقتی که کم دعا طلب دعا میکند ضعیف شده است. آیا همین گفته ها راست باشد؟ بله، دعا که عبادت است و بعض علما رحمت الله علیه گفتن که اعجز الناس عن الدعاء عن العباده اعجزهم عن الدعاء. عاجزترین و تنبلترین مردم در عبادت تنبلترین آنها در دعا. گفتن برای چی؟ اولش این که دعا آسان است، در همه حالت و در همه مکان اجازت است. دوم این که دعا بر محض بر فایده شما هست. بله، نماز هم بر فایده شما هست، قرائت قرآن هم بر فایده شما هست، آنها هم دعا هست. یعنی وقتی که یک بنده قرآن میخواند، با چی مقصد قرآن میخواند؟ میخواهد که به الله تعالی نزدیک شود، میخواهد که الله تعالی او را دوست دارد. بعد بالاخره چی میخواهد؟ بالاخره میخواهد که الله تعالی خواهشای او را دهد. یعنی زبانی حالش دعا دارد. بگذار یک آدم سبحان الله گفته ایستاده است، یک آدم مثلا دیگر عبادت کرده ایستاده است، لیکن زبانی حالش از الله تعالی دعا دارد.
این دعای عبادت است، دعای مسئلت مباشرتا میپرسید پروردگار به من این ده، به من وعده فلانی رو از من دور کن، برای من شفا ده، قرض مرا ادا کن. این دعای مسئلت است، دعای طلب است. یعنی کسی که در همین دعای طلب اگر تنبل باشد، برای اینکه محض بر فایده خودش است، البته در دیگر عبادت ها یعنی تنبل تر است. و یک چیزی دیگر اینجا داملو، در بعضی مسجد ها در منطقه های گوناگون دولت ها، یعنی که در اروپا بعضا می شود که بعد از نماز ویتر دست بالا میکنند و دعا میخواند. امام مسجد دعا میخواند و دیگران آمین میگویند. و حالت های می شود که بعد از نماز بامداد نیست دست بالا میکنند و دعا میکنند. و این هم در شریعت اسلام جا دارد؟ این گناه هم میشود؟ این قنوت است بعد نماز ویتر در رکعت سوم، بعد اینکه سوره فاتحه و سوره اخلاص را جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوانند رکوع میکردن. وقتی که از رکوع میخیستن دعا میکردن و امام وقتی که دعا میکند مأموم ها، اقتدا کننده ها باید آمین بگویند. و این بسیار عبادت خوب است دعا، علال خصوص در این موضعی که دعای جماعوی هست و از جانب شریعت اجازت آمدگی هست. و پیامبر صلی الله علیه و سلم زنهایی که عادت ماهانه دارند به روز عید بیایند گفتند ولی یشهدن الخیر و دعوت المسلمین، بگذار اگرچه ناپاک هستند بیایند به نمازگاه دعای خیر مسلمان ها را شاهد شوند. بنابراین اشتراک کردن در این دعا خیر است. اما یعنی در بامداد هم در ویتر گفتم بامداد نه همه وقت میخوانند، در حالتهای مصیبت، در حالتهای بلاهای عاموی مانند زلزله یا یگان جنگ یا یگان مصیبت یا بیماری، یک بیماری عمومی اگر بر سری مردم یک بلای کلان بیاید، در همین حالت دعای قنوت، چخیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم یک ماه در حق قبیله رعل و ذکوان دعای بد کردن، یک ماه قنوت میخواندن. یعنی قنوت بعد اینکه از رکوع میخیزید پیش از آن که به سجده روید دعا میکنید، یعنی این مشروع است. لیکن همه وقت در نماز بامداد خوانده نمیشود، فقط در حالتهای ضرورت، در حالتهای آمدن بلا یا در حالتهای اقام مشکلی های عام. داملو درباره باز فایده، چگونه فایده دارد دعا کردن؟ یعنی از دعا کردن چی فایده انسان میگیرد؟ دعا فایده محض دارد، یعنی 100% دعا فایده دارد. هر چیزی که بنده طلب میکند پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الله تعالی عین آن را میدهد یا بر عوض آن میدهد یا اینکه مثل آن اجر میدهد. عین آن را میدهد به این معنا که یک انسان اگر از الله تعالی 1000 دینار پول پرسید مثلا 1000 دینار میدهد، یا اینکه به مقدار 1000 دینار یا زیاده از این باید به او مفلسی میرسید، باید مشکلی می آمد، باید مثلا یک اگر مصیبت بیاید، یک به صرف و خراجاتی که به مثلا به طبابتش میکنید یا به دیگر کارها میکنید از این هم زیاد میشد، همون قدر بلا رو یا دور میکند. یا اینکه روز قیامت الله سبحانه و تعالی با حکمت خود همین دعا رو قبول نمیکند، برای اینکه همین دعا شاید بر ضرری همین انسان است. خیلی که بعضی علما ذکر کردن که یک انسان شب و روز فرزند نداشته است، دعا میکرده است از الله تعالی که برایش پسر دهد. بله. وقتی که الله سبحانه و تعالی پسر میدهد و اون پسر همیشه شبها در گناه و در کوچه ها به مردم ظلم میکرد و مردم بر سرش شکایت کرده می آمد، بعد اون پدرش گفته است که پروردگار من از تو برای خودم بلا پرسیدم کو. یعنی گاه می شود که الله تعالی دعای شما رو اجابت نمیکند، برای آنکه انا همان پرسیدگی شما بر ضرر شما می شود. از حکمت الله تعالی که همون چیزی پرسیدتون رو نمیده. اگر همون چیزی پرسیدتون رو میداد شاید شما به کجروی میرفتید یا گمراهی میرفتید یا گناهکاری الله تعالی رو میکردید. بنابراین الله تعالی ذات حکیم است. این همون قصه های سوره کهف نیز به همین مانند است، یعنی صحبت موسی علیه السلام با لقمان خضر برای با
این فکر میکنم که همین حکمت های پوشیده ای هست که اینا بنده شاید ندارن. گاه الله تعالی نعمت خود را با لباس بلا میدهد، در لباس بلا میدهد، لیکن برای بنده خیر است، نعمت است. بنده وقتی که بر سرش مصیبت آمد، مشکلی آمد، دعای او، تضرع او، توجهی او به الله تعالی دیگر می شود. اگر همیشه شما غم نداشته باشید، غصه نداشته باشید، مصیبت نداشته باشید، مشکلی نداشته باشید، همیشه خورد و خوراک، همیشه همه چیز فراوان باشد، شما با قلب یک غفلت دعا کنید میکنید نمیکنید. غالبا طبیعت انسانی ارعه استغنا، وقتی که انسان دید که به حاجت شده است دیگه طغیان میکنه، از حدود آدمی میبراید. وقتی که بر سرش مصیبت می آید بنده به الله تعالی توجه میکند، بنابراین الله تعالی دوست میدارد که آواز بنده اش رو شنود. بنده طبیعتا همین خیل یک مخلوقی هست که اگر به حال خودش ماند به نیکی ها شکرانه نمی کند. و قلیل من عبادی الشکور، الله تعالی میگوید که بنده های شکرگوی من به نهایت کم است. میگوید الله تعالی از مهربانیش و از محبتش بر سری بنده مصیبت میدهد تا اینکه آنها به سوی الله تعالی برگردند. اگر فقط نعمت را دهد آنها از راه الله تعالی دور میروند. بنابراین الله تعالی مصیبت میدهد تا اینکه برگردند دعا کنند. و دعا هم صفتش فرق میکند از حالتی آن آدمی که هیچ مشکلی ندارد، غم و غصه ندارد، یا همین حالت ها میشد، از آن آدمی که در عین مصیبت است. دعای او بسیار با یک قوت و شدت، چخیلی که مثلا تیری کمان اگر سختتر کشیده سرتت چخیل دورتر میرد و خالی سرتت به کجا میرد، همین گونه دعاش هم یعنی یک قوت دارد. من اگر شما باز درست‌تر میکردید در خاطر داشتم که در وقت مشکلی انسان طلب دعا را مانند که شما گفتید شبها میخیزد، از به نماز تهجد بیدار میشود و دیگر از الله تعالی برای رها کردن آن مشکلی دعا میکند، گریه میکند. اما باز در قرآن نیز بعضی آیات های قرآن ترجمه معنایش این گونه بود که در حالت مشکلی از الله تعالی میپرسند، اما در بعضی حالت هایی که از مشکلی که بر آمدن دیگر فراموش میکنند. در حال و اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، وقتی که مشرک های عرب به الله تعالی شریک می آوردند، لیکن آنها به الله تعالی هم ایمان داشتند، الله تعالی رو هم دوست می داشتند، از الله تعالی هم پرستش میکرد، نسبت الله تعالی سخن ناحق نمی گفتند، الله تعالی رو دوست می داشتند، لیکن با همراهی الله تعالی بت‌ها را هم پرستش میکردند. میگفتن که برای چی اینها رو پرستش میکنید؟ میگفتن که اینها مثلا از لای آفریده شده است، از سنگ آفریده شده است، خداشان ساخته، از چوب ساخته شده است، اینها گناه ندارد. اینها گناه که نداره، اینها مخلوقات الله تعالی است. ما اینها رو عبادت میکنیم تا اینکه اینها ما رو به الله تعالی یعنی نزدیک کند. ما که گناهگار هستیم، اینها بیگناه هستن، ما رو نزدیک میکنه. اینها رو هم با همون مقصد عبادت میکردن که به الله نزدیک شوند، لیکن اینها مشرک حساب شدند و پیامبر صلی الله علیه و سلم تا آخری حیاتشون با اینها یعنی دشمن بودن، جنگ کردند، دعوت کردند که اسلام قبول کردند و اینها با یک الله تعالی رو فقط پروردگار عالم دانستنشان مسلمان شمرده نشدند، برای آنکه شریک می آوردند. الله تعالی آنها رو نقل کرد که فاذا رکبوا فی الفلک، وقتی که به کشتی می نشستند، طوفان می شد، دعوا الله مخلصین له الدین، خالص الله تعالی رو عبادت می کردند. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از آنها رو پرسیدند که کم اله تعبد، چند اله را پرستش میکنی؟ گفت که 7 تا، 6 تا در زمین، 1 تا در آسمان. در چخیل گفت که در حالتهای تینجی امانی این 6 تایی که در زمین رو میپرسم، در حالتهای تنگی آنی که در آسمان است آن رو میپرسم. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگه این 6 را ترک کنو، از آنی که در آسمان است از آن بپرس. گفتم خیلی خوب. و درباره میخواستم دعای پیامبران، آیا پیامبران هم دعا میکردند؟ پیامبران گذشته و پیامبر آخرین صلی الله علیه و سلم آیا دعا میکردند و مستجاب میشد؟ و درباره این کمی قصه میکردید. الله سبحانه و تعالی در سوره انبیاء میگوید که انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
پیغمبرها در کارهای خیر مسابقه میکردند و ما را دعا میکردند راغبا و راهبا. از آن فضل و نعمت ها رغبت طلب میکردند و راهبا از عذاب و غضب الله تعالی میترسیدند، پناه میطلبیدند. از بلا ما را نگه دار، نیکی و نعمت های خود را به ما بیده گفته دعا میکرده. این دعای عمومی پیغمبرها را الله تعالی در این آیت مجمل کرده نقل کرد، یعنی تمامی پیغمبرها از الله تعالی میپرسیدن. گفت اگر مثال بیاریم، حضرت آدم علیه السلام همراهی حضرت حوا وقتی که گناه کردند و به زمین پرتافته شدند، الله تعالی وقتی که آنها را از این درخت نخور گفت خوردند، دیگر آنها از جنت رانده شدند. وقتی که به زمین فرو آمدند گفتند قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. پروردگارا ما برای نفس خویش ظلم کردیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر تو ما را مغفرت نکنی و رحم نکنی ما از جمله شخصان ضرر دیدگان میشویم. الله تعالی دعای آنها را قبول کرد و گناه آنها را بخشید. حضرت نوح علیه السلام با یک کلمه دعای حضرت نوح تمام مردم دنیا با آب غرق شد، غیر 80 نفری که اسلام آورده بود. انا همین رو من میخواستم باز پرتر میکرده، چون دعا فقط دعای نیک است و یا دعای نیک و بد است، چون که در آیت های قرآن کریم بسیار آمده است که پیامبران گذشته وقتی که قومشان بر ضد آنها مبارزه بردند و آنها را بد دیدند، بر ضد قومشان دعای بد کردند. بله، بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت ابوبکر گفتند که ابوبکر تو مانند ابراهیم و مانند عیسی هستی، ملایم هستی. تو باشه عمر مانند نوح و مانند موسی هستی. حضرت نوح دعاشون ببینید ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگارا در روی زمین یگان کافر نماند گفتن و دعاشون واقعا اجابت شد. برای آنکه 950 سال مسخره کردند، دعوت را قبول نکردند، حضرت نوح بالاخره دعای بد کردند. الله تعالی دعاشون را قبول کرد، تمام کافرهای دنیا از دنیا گذشت. آن آدمایی که از زمان آدم علیه السلام تا زمان نوح 10 قرن گذشته بود، یعنی 10 نسل، بابا مثلا پسر نبیره ابیره چبیره، همین خد 10مین نسل حضرت نوح علیه السلام. همین قدر آدم نو زیاد شده بود که همه آنها هلاک شد، غیر 80 نفری که به حضرت نوح علیه السلام ایمان آورده بودند. بعد وقتی که اینها 150 روز در کشتی بودند و آمده به خشکی رسیدند، آبها و قعر زمین رفت و دیگر خشکی نمایان شد، دیگر زندگی را از نو سر کردند. به فکر شما داملا برای چی امروز ببینید که ظلم بر ضد مسلمانان خیلی زیاد شده است؟ مسلمان ها در تمام گوشه و کنار دنیا در عذاب هستند. در هر جا اکثر مسلمان ها خوار و زار هستند و اکثر آنها شبها گریه کنان این وسط دعا میکنند که حالت ما بهتر شود، اما حالت یک گونه است. شما گفتید که دعاها هم مستجاب می شود و این به فکر شما چرا دعای کل مظلومین بر ضد آنهایی که بر ضدشان مبارزه های شدید میبرند مستجاب نیست امروز؟ دعا شرط و شروط دارد و مانعه ها دارد. مانعه ها یعنی چی؟ بعضی عمل های هست که تمام شرط و شروط دعا را اجرا کنید و آن مانعه ها را از خود دور نکنید، دعاتون اجابت نمیشد. مانند خوردن حرام. کسانی که امروز زندگیشون پر از بالای پاره هست، 100% زندگیشون از بالای پاره هست، دعای آنها اجابت نمیشد با نص سخنی پیامبر صلی الله علیه و آله، چون که حرام میخوره. اطب مطعمک تستجب دعوتک، طعامت را حلال کن دعات قبول میشد گفتن به حضرت سعد ابن ابی وقاص. بعد حضرت سعد یک موی سفید دعای بد کردن وقتی که در حقشان تهمت کردن که اللهم اطیل عمره، پروردگار عمرش را دراز کن، و اعمی بصره، چشمش را نابینا کن، و عرضه للفتن، به فتنه ها گرفتار کن. موی سفید 120 ساله شد، چشمش نابینا شد، قاشهاش به بالای چشماش فرامده بود
قاشهایش رو برآورده در کوچه ها گدایی میکرد، اگر زنها گذرد دست درازی میکرد به زنها. 120 ساله موی سفید. وقتی که مردم عیب میکردن تو کی هستی، تو چه خیلی انسان هستی، موی سفید هستی، به زنها دست میکنی، میگفت که من یک شخص بیچاره هستم که در حق من دعای شخصی صالح اجابت شد. یعنی دست درازی معنی به زنها هم دست دراز میکرد بله. واقعا، برای اینکه به میخواست فتنه ها تجاوز گرفتار کند. شد بله. گفتن همین گونه. خلاصه یکی از چیزهایی که دعای انسان قبول نشود این ترک امر معروف و نهی منکر. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنکر. شما امری به معروف میکنید و نهی از منکر میکنید، یا اینکه الله تعالی برای شما یک نوع عذابی رو میفرستاند، ثم تدعونه فلا یستجاب لكم. سانی شما دعا میکنید دعاتون قبول نمیشه، گناه هم میبینید نهی منکر نمیکنید، کاری خیر به مردم وقتی که دعوت نمیکنید، در این حالت هم دعاتون سانی قبول نمیشه. بنابراین انسان باید این کارها رو کند. و بعضی علما سبب این خاری و ذلت را که در عصرهای 20 و 21 مردم مسلمان به این گرفتار است، از سبب نشناختن الله تعالی میگویند. شب پیش خدا بگریستم زار، مسلمانان چرا خارند و زار، نمیدان ندا آمد نمیدانی که این قوم دل دارند و محبوبی ندارند. یعنی مسلمان ها دل دارند ولی در داخل دلشان محبت الله تعالی و محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. مسلمانی نماز میخوانند به یک عذاب، روزه میدارند قطار مردم، ولی با اون محبتی که مثلا در دل گذشتگان ما بود، این محبت که نسبت الله و رسول نیست و در عقیده خلل هست، بنابراین مشکلی ها می بیاید. هر مصیبتی که بر سر انسان می بیاید غالبا به سبب گناه است. وقتی که تمام می نمودی مصیبت بر سرتون آمد، شما باید از زنتون، از فرزندتون، از همسایتون، از دوستتون، از پدرتون، از دیگران نبینید. شخصانی صالح هست داملو، شخصانی صالح بسیار است و امروز خودتان میدانید که خیلی زیاد نفرانی هستند با تقوا هستند. من آنها رو در نظر دارم. آنها هم دعا میکنند که امروز مسلمان ها زندگیشان خوب شود. این سوالی من بود. یعنی خیلی که گفتیم به هر حال اگر دعاشون در دنیا استجابت نشود، اجابت نشود، در آخرت اجابت می شود. و الله تعالی وقتی که روز قیامت به هر یک عملشون مکافات می دهد و یک مکافات دیگر می دهد، میگن که این برای چی؟ میگن این برای همون دعاهایی که اجابت نشده بود. بعد بنده میگفت که کاش تمام دعاهام اجابت نمیشد، برای اینکه دنیا تیز میگذرد واقعا. لیکن خیلی که گفتیم اگر شخص صالح باشد و مصیبت بر سرش بیاد، گاه هم می شود که الله سبحانه و تعالی برای رفع درجات، برای بالا برداشتن مرتبه انسان مصیبت می دهد. من یرید الله به خیرا یصب منه، در حدیث صحیح آمده است که به کسی که الله تعالی نیکی را خواهد او را به مصیبت گرفتار می کند. و ابن القیم رحمت الله علیه گفتند که بعضی انسان ها را الله تعالی در تقدیرش پیش از خلق آسمان ها و زمین ها وقتی که قلم را آفرید، در تقدیرش نوشته است که درجه های بلندی جنت را نوشته است، لیکن عملهاش در دنیا موافقت نمی کند. بعد بر سرش مصیبت ها می دهد که به سبب این مصیبت ها به همان درجه می بره. هر یک دقیقه و لحظه مصیبت، غم، غصه، درد، مشقت، مهنت میکنید و خسته میشوید، حتی خاری که به پای انسان میدارد مگر برای اجر نوشته میشد. آنهایی که در زندان ها هستند هر دقیقش اجر است اگر به خاطر الله باشند و صبر کنند و سخنی که به تقدیر الله تعالی ضد نگویند، سخنی که الله تعالی راضی میشه سخنها رو گویند، صبر کنند، هر یک دقیقه ثانیه‌اش اجر است. یک سوال دیگر و بعد از آن اینجا میبینم که بسیار تماشابینان ما جهد دارند، میگویند که به سوالهای ما یگان جواب نگفتند. چون برنامه ما مستقیم است، تماشابینان عزیز، باید یک سوال و بعد از آن یک 15 دقیقه کوتاه به سوالهای تماشابین است ان شاءالله جواب میگم. و شخصی که بدی میکند، آیا دعای بد کنم یا دعای نیک کنم؟ با شخصیت هایی که بدی میکند
دعای نیک کردن هم اجازت است، دعای بد کردن هم اجازت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم هم دعای نیک کردن، هم دعای بد کردن. مادر ابو هریره پیامبر صلی الله علیه و سلم رو حقارت میکرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم دعای نیک کردن. دعوس دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم رو قبول نکرد، دعای نیک کردن. بنابراین امام بخاری رحمت الله علیه در صحیح بخاری گفتن که باب الدعاء للمشرکین، باب درباره دعای نیک در حق مشرک ها. و در پایانش که باب الدعاء علی المشرکین، باب درباره دعای بد در حق مشرک ها، درباره ابو جهل و درباره چند نفر از بزرگان قریش جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم دعای بد میکردن. حضرت موسی در حق فرعون دعای بد کردن، دعاشون هم الله تعالی اجابت کرد، فرعون را هلاک گردانید، ایمان نآورد از این دنیا. و همین گونه دعاهای نیک و دعاهای بد از پیغمبرها، از علما، از پیامبر صلی الله علیه و سلم اومده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم واتقی دعوت المظلوم، از دعای شخصی مظلوم بی‌ترس گفتن، چون که بین دعای او و بین الله تعالی پرده نیست گفتن. این دلالت به چی میکنه؟ دعا از دعای بد بی‌ترس گفتن. و ما رو از دعای بد در حق فرزندانمون و مالمون و اهل و عائلمون من کرده. در حق فرزندانتون، در حق اهل و عائلتون، در حق پول و مالتون، مصدر رزق انسان دعای بد نکنید. یک ساعتی را موافقت میکند که اجابت شود، بعد پشیمان میشوید. تشکر زیاد میگویم. و موضوع امروزه ما دعا بود و اما سوال هایی که این لحظه به ما آمده رسیده است درباره زکات و درباره فطر روزه و سبحان الله خیلی سوال های زیاد از جانب تماشابین آمده رسیده است و من از مدیراتور خواهش میکنم شما به شخصی من سوال ها را روان کنید تا که ما بعضی آن داملا اگر که اجازت گویند به بعضی سوال ها جواب گوییم، چون وقتمون خیلی کم است. همگی باز تقریبا 10-15 دقیقه دیگر رو برای جوابی تماشابینان جدا میکنیم، چون همگان به یک امید این لحظه ها سوال دادند و من به سوال هایی که الکی جواب شده است به آن جواب نمیگویم، چون درباره زکات در برنامه دیروزه را تماشا کنید، آنجا درباره زکات تقریبا که پورا سوال های شما را در بر گرفته است و جواب هست. خب اینجا از وهاب تیوی آمده است: برادر جان، تسبیح نماز قدر چگونه است؟ با میگویند که 7 مراتب سوره اخلاص است. میگفتید درباره این معلومات. الاصل فی العبادات المنع، یک قاعده شرعی هست که در شریعت اصلا عبادت ها ممنوع است. از پیش خودتان یگاه عبادت پیدا نمی کنید مگرم اون چیزی که شریعت امر کرده است. بنابراین تسبیح شب قدر و 7 مراتب سوره اخلاص را خواندن از جمله عبادت های شب قدر فکر کردن، این نادرست است. از پیش خود ما یگان چیز پیدا نمی کنیم به شرع. هر چیزی که الله تعالی پیامبر صلی الله علیه و سلم ما رو به اجرای آن امر کردند یا خود کردند یا تعلیم دادند، آن رو میکنیم، از پیش خود نمیکنیم. این تسبیح ها از جانب پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت نشده است، نه در حدیث صحیح و نه در قرآن کریم. بنابراین اینها چیزهای شرعی نیست. هر چی میخواهند دعا کنند در این شبها. بهترین عبادت دعا هست. امروز مسلمان های تمام دنیا به دعای ما و شما محتاج هستند. هر یک لحظه ها غنیمت است برادرای عزیز. هر دقیقه ها دعا کنید. وقتی که بنده در حق مسلمان ها دعا میکند، مثلا اللهم اغفر لی وللمسلمین والمسلمات، پروردگار مسلمان های دنیا، مسلمان ها مردها، مسلمان زنها، زنده های آنها و مرده های آنها را اگر رحمت کن گوید یا مغفرت کن گوید، به عددی مسلمان ها اجر میگیرد. شما تصور کنید الان 2 میلیون مسلمان است، 2 میلیارد مسلمان است. آن مسلمان هایی که گذشتند و آن مسلمان هایی که آینده به دنیا می آیند، الله میدونه عدد آنها را. وقتی که شما کلی مسلمان ها را دعا میکنید، به عددی مسلمان ها اجر میگیریم. به نهایت اجر عظیم است. ببینید دعا چه خیلی فضیلت دارد. و این چنین شما حرکت کنید که مسلمان ها را بیشتر دعا کنید، برای اینکه وقتی که بنده در حق برادری مسلمانش غایبانه دعا میکند، فرشته ولک بمثله میگه، برای تو هم مثل آن چیزی که به برادرت پرسیدی. فرشته دعا کند تیزتر قبول میشود. و این چنین بعضی علما
رحمت الله علیهم میگفتن که حرکت میکنیم که با دعا با زبان دیگر کس دعا کنیم. چگونه با زبان دیگر کس دعا کنیم؟ گفتم میپرسیدن، میگفتن که مقصد وقتی که به دیگر کس خیر میکنی، نیکی میکنی، با یک انسان مثلا تحفه میدهی یا نیکی میکنی، عموما در این حالت او دعا میکند. یعنی به زبانی که الله تعالی را گناه نکردیم دعا کنیم، دعا قبولتر میشود. خیلی خوب. و وقتمون خیلی محدودتر است. تماشابینان عزیز بیایید کوتاه میکنیم، نباشد یک سوالی دیگر باز آمده رسیده است. بیایید این سوال نیست. خب درباره فطری روزه ما برنامه علایده میکنیم انشاءالله. تماشابینان گرامی شما انتظار باشید. فطری روزه رو به شب جفت گذاشتیم تا اینکه شب تاق درباره شب قدر که هست مقصد مردم غنیمت دانند. برادر عزیز، بله. شب قدر است، شب دعا هست، عبادت دعا کنید. خب درباره خب بسیار درباره چیز پرسیدند، باز زکات پرسیدند. درباره زکات ما دیروز برنامه کرده بودیم، شما داخل شوید، چون آنهایی که گفتند که من از وطن دور هستم، آیا زکات برایم فرض است؟ ما دیروز جواب گفتیم به این سوال. هر کسی که الکی همون به حساب نصاب گفتید که باشد، پول نقد داشته باشه، در سفر هستید، در حضر هستید، زکات رو دادن میرید. در برای زکات انسان شرط نه که در خانه خودش و در شهر خودش باشه، در کجایی که باشید به مالتون زکات میدید. اگر مالتون به زکات رسید. اینجا باز یک سوال دیگر آمده است. ما درباره شب قدر نیز برنامه داشتیم و اونجا چیز کردیم، پورا معلومات داده بودیم. باز پرسیدند که شب قدر روز انیقش هست؟ گفته پرسیدند الله شب قدر در دهه آخری ماه مبارک رمضان است. قول صحیح ما گفتیم که در حق شب قدر 50 قول را سیوطی نقل کرده، یعنی عالم ها در 50 قول اختلاف کردن. قول صحیح این است که شب قدر در داخل همین دهه هست، هر سال تنقل می‌یابد، هر سال تغییر می‌یابد. مثلا امسال شب 25 باشد، سال آینده شب 29 است، سال آینده شب 21 است، دور میزند. این قول صحیح است. این تماشابینی ما وهاب تیوی به فکرم سخنهای شما رو خطا فهمیدند. گفتند خطا فهمیدند، شاید از سوالشان برمیآید. گفتند که شب قدر یعنی که نماز خواندن در شب قدر جایز نیست، تنها دعا گفته پرسیدند. نه نماز خواندن اجازه. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که شبهای قدر نماز میخواند برای الله ایمانا و احتسابا، از روی ایمان و از روی نائل شدن به اجر و ثواب، اگر نماز خواند تمام گناهاش بخشیده میشد. چقدر میخواهید نماز خوانید. بهترین عبادت در شبهای قدر نماز است، برای اینکه نماز هم قرائت قرآن دارد، هم ذکر دارد، هم رکوع و سجده دارد، هم دعا دارد. همه عبادت ها رو نماز جمع کرده است. بنابراین بسیار جامع است. نماز خونید چقدر میتوانید، در سجده ها دعا کنید. خب یک دانشجو اینجا سوال دادند که من دانشجو هستم، از وطن دور، زکات برای من فرض است؟ گفته میپرسند. گفتیم که مقصد زکات اگر پول داشته باشند فرض است. پول نداشته باشد هیچی نداشته باشند و مقصد مالی زکاتی نداشته باشند، به ایشان زکات واجب نه. در بیان تیوی درباره زکات تقریبا 5-6 صحبت های مکمل است. تماشابینان گرامی، شما میتوانید این لحظه نوا را به دیگران فرستید و میبینم که ماشاءالله شما خیلی نفران هستید، زیاده از 200 نفر این لحظه ما رو تماشا میکنند، اما ببینید که در لایک موندن کمی سستی میورزید. از شما خواهش میکنم احترامانه، چون برنامه ما برای هر یکی شما است و ما کوشش ها داریم که تا به بعضی سوال های شما جواب ها گفته باشیم. تقسیم کنید و نخواد که اینقدر مردم تماشا میکنند و همین قدر لایک موندن نتواند. نخواد که در لایک موندن انسان بخیلی کند، چون از این ما فایده نمیبریم، بلکه میخواهیم که اودیتوری ما زیاد باشد و تماشابینی ما زیاد باشد. حالا آن که اگر یک فحشا باشد این لحظه، تماشابینش بدون یگان گفتنی مثل ما لایک مانید یا نمانید پر شده می رود و نخواد که شما با برنامه‌ای که بر فایده ما و شما است از لایک موندن بخیلی کنید.
خواهش میکنم حداقل اون نفرانی که تماشا میکنید یا دیسلایک مونید یا لایک مونید، فرقی ندارد. حداقل مونید اون چیز رو که تا که دیگران ما رو تماشا کرده توانند. خب تشکر میگم و الله جزای خیر پاداش نیک برای شما دهد. دوملو در امروز موضوع ما درباره خب دعا بود و ما دعا رو بیهوده اختیار نکردیم، چون شما گفتید که بهترین وقت است برای دعا نه همین لحظه ها و چگونه دعا میکنند. یگان مثال هست و از شما خواهش میکردم که آن همان مردم ما رو این لحظه آنهایی که ما رو تماشا میکنند در آخری در فرجام برنامه دعا میکردید و مثلا دعا باید چگونه باشد؟ دعا مثلا مثل شعر باشد آخرهایش یخیله روان باشد یا اینکه یک دعای نیک از جانبی شما انشاءالله؟ دعا واقعا بعض آداب ها را دارد، مانند اینکه انسان روی به قبله بیارد، طهارت داشته باشد، دست بردارد، چون که پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند که الله از این پیش گفتید که بدون طهارت دعا کرده نشود. لیکن وقتی که طهارت دارد این درجه خوب است. بله. یعنی که قبول شویش نزدیکتر است نسبت آنه که طهارت نداره. لیکن بعضی حالات ها میشد که شخص بی طهارت، مقصد یک نوع اخلاص اساس است و موافقت کردن قلب زبان اساس است. وقتی که قلب انسان و زبان انسان یک است، در وقت دعا با اخلاص و با توجه خاصه دعا میکند، اون قبول است. بنابراین اگر طهارت نه دست بردارد، پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی که بنده مسلمان دست میبردارد، الله تعالی ذاتی که شرم میدارد گفتن برای خالی گردانیدن دستش، الله سبحانه و تعالی دعایش را اجابت میکند. این چنین پیش از آن که طلب کند اول به الله تعالی حمد و ثنا بگوید و پیامبر صلی الله علیه و سلم ثنا فرستاند، به گناهایش توبه کند پیش از دعا، برای آنکه دعا گناه مانعی قبول دعا میشه. این چونی اگر مظلوم ها داشته باشد، به کسی ظلم کرده باشد، از آنها حلالی جوید، اگر با طریق مال باشد مال را برگرداند، غیبت و دیگرها باشد حلال شود، خلاصه حق مردم، تا اینکه مانعی پیش دعای او نشود. این چیزها را اجرا کند، توبه کند، بعد طلب خود را از الله تعالی بپرسد و اینچنین در طلب هم اجمالاً طلب کند خوبتر است. اجمالاً در کدام وقت؟ در وقت سجده هم دعا کند؟ بهترین، یکی از بهترین حالت ها این شب قدر است، روز عرفه هست، آخری شب است. شب را از به 3 قسم تقسیم میکنید. آخری شب، یکی آخری شب وقتی الله تعالی میگوید که کی دعا میکنه من دعایش رو قبول میکنم، کی به گناهش استغفار میپرسه من گناهش رو میبخشم. در وقتی به سجده رفتن، در وقتی سجده، پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند که وقتی که سجده میکنید از الله تعالی بپرسید فانه قمین ان یستجاب لكم، قریب است که دعاتون قبول شه. اقرب ما یکون العبد من ربه، از همه نزدیکترین حالتی که بنده به پروردگارش نزدیک میشه این حالان که او در سجده هست. پس صحابه پرسیدن که اذا نکثر یا رسول الله، اخی باشد زیاد میکنیم یا رسول الله دعا را؟ گفتن که الله اکثر، الله تعالی بسیارتر است. ترجمهش چی بسیارتر است؟ یعنی شما هر چقدر بپرسید الله تعالی ملکش از وی وسیع‌تر است و طلب شما را الله تعالی به فایزهایش میتواند برگرداند. چقدر که در حدیث قدسی الله تعالی میگه که یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم كانوا على صعید واحد فسألونی فاعطیت کل واحد منهم مسئلته. ای بندگانم، اگر اولین شما حضرت آدم علیه السلام، آخرینتون انسانهایتون و جنهایتون همتون به یک بلندی برایید، به یک بلندی هموار تصور کنید. الان 8 میلیارد آدم است، از آدم علیه السلام تا حاضر نه تا قیامت چقدر آدم هایی که در تقدیر به دنیا میبینن، همتون به بلندی برایتون، انسان هاتون هم جن هاتون هم. جن ها بی نهایت زیاد هستن عددشون، همه برایدو فسألونی، سپس از من هر کی چیزی میخواد بپرسد. فاعطیت کل واحد منهم مسئلته، به هر یکی آنها گفتگی چیزش رو من اگر دهم ما نقص ذلك من ملکی شیئا، این از ملک من چیزی را کم نمی کند مگرم آنی که سوزن از بحر چقدر کم میکند. سوزن به بحر اندازه دو گیرد، چقدر آبی بحر کم میشده باشد همین قدر از ملک الله تعالی کم میشود. یعنی که کم نمیشود، لیکن برای فهمی مردم همین خیلی با مثال الله سبحانه و تعالی فهماند که یعنی که ملک الله تعالی وسیع است، هر چیزی الله تعالی میپرسید. دعا
بهترین وسیله که انسان برای جلب مصالح، برای جلب کردن نعمت‌های و خیر و نیکی‌ها، بهترین سبب دعا هست و بهترین سبب برای دفع کل بلا دعا هست. دعا دشمنی بلا هست، با او مقاومت میکند، دعا بلا رو دفع میکند. اگر رفت و فراید سبوک میکند، مقاومت میکند. اگر دعا با قوت باشد غلبه میکند مصیبت را، اگر دعا بی قوت باشد اقلا مصیبت را سبوک و ضعیف میکند. یعنی همه وقت دعا خیر است، فایده هست. بنابراین شما در همه حالت، هر مصیبتی که به سرتان می آید، بیماری، قرض، ناداری، نداشتن کار، دور بودن از زن و فرزند، هر مشکلی بین شما و بین همسرتان، جنگ و جدال، هر مشکلی که دارید شما میتونید با دعا حل آن را کنید. الله تعالی خرسند می شود. الله تعالی شما هر مشکلی که دارید شما دعا دارید، آسانی در پیش شما هست. مرحمت پروردگار شما خواب نمی کند، پروردگار شما شنوا هست، بینا هست. در همه حالت پدر و مادرتان از دنیا گذشت، پدر و مادرتان در شهرتان، شما در مسافری، دعای شما را، حالت شما را پدر و مادرتان نمیبینه. اگر حالتتان را اگر با آنها گوید، آنها شاید بیمار شوند، آنها شاید به مشکلی ها گرفتار شوند، لیکن پروردگار شما ذات با قوت، ذات مهربان، ذات شنوا، والله لله ارحم بعباده من هذه بولدها. پیامبر صلی الله علیه و سلم یه زنی را به صحابه ها نشان دادن که از بین جنگ کودکش را یافت، کودکش را از بین مرده ها زنده یافت. کودک را میدید مردگی هست، میدید که کودکش نیست، میگذاشت کودکش را بالاخره یافت. و وقتی که یافت که زنده هست میبوسید و به آغوش میگرفت و به کنار میگرفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم این منظره رو نگاه داشتن، بعد به صحابه گفتن که اترون هذه طارحه ولدها فی النار، آیا شما گمان میکنید که این زنک فرزندش را به آتش میپرتاید؟ گفتن که نه یا رسول الله، چگونه میپرتاید؟ فرزندش هیچگاه نمیپرتاید. بعد گفتن که قسم به نام الله تعالی، الله سبحانه و تعالی به بنده اش از همین زن به کودکش مهربانتر است. از پدر و مادری هر یکی ما و شما الله تعالی مهربانتر است، چون همیشه همراهی ما است، همیشه همراهی ما است، همیشه ما را میشنود، همیشه ما را میبیند. هر مشکلی که دارید، هر مصیبتی که به سرتان میاد، با دل گشاد و قبول کنید، چون که شما پروردگار دارید، شما دعا دارید، دعا میکنید آن برطرف میشود، یگان مشکلی ندارید انشاءالله. در آخری برنامه دعا میکردید همه اونهایی که این لحظه ما رو تماشا میکنند و هم طرز دعا را یک درستش را، یک نمودش را انیخترش میشنیدیم، میدیدیم و همچنین باز دعا میکنیم که دعای شما مستجاب شود نسبت به آن تماشابینانی که این لحظه ها ما رو تماشا دارند و تماشا میکنند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اعنا على ذكرك و شکرک و حسن عبادتک. الله سبحانه و تعالی برای هر یکی ما و شما، برای جمله مسلمان ها، برای تماشابینان، خاصتا برای مسافرها، مهاجرها، برادران مسلمان ما، تمام مسلمان هایی که امروز در مصیبت، در مشکلی، در غریبی، در زندان، در هر جایی که هستند، الله سبحانه و تعالی اولا توفیق بندگی برای ما نصیب روزی گرداند. یگان لحظه از طاعت و عبادت و از راه صراط المستقیم به راه بیگانه نرویم. الله سبحانه و تعالی برای ما مسلمان حقیقی زیستن و از این دنیا با خاتمه نیک موحد و مسلمان حقیقی
یگانه پرست وفات کردن رو نصیب روزی گرداند و در سرای آخرت همراه پیامبران، علما، اولیاء الله هم نفس و هم نشست شدن را الله سبحانه و تعالی نصیب روزی گرداند. پدر و مادر ما را رحمت و مغفرت کند. رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمهما کما ربیانا صغیرا. پروردگار پدر و مادران ما را رحمت و مغفرت، دنیا و آخرت آنها را آباد بگرداند. پروردگار مسلمان های تمام دنیا را، تمام گناهی که از آنها کبیره و صغیره صادر شده است، عفو و مغفرت بنماید. پروردگار در این حالت یگان گناه نماند مگر الله تعالی عفو و مغفرت بنماید. یگان قرضدار نماند مگر الله تعالی قرض آنها را رهایی و صاف بگرداند. و یگان زندانی مسلمان و اسیری مسلمان نماند مگر برای او الله تعالی آسانی و آزادی را نصیب روزی گرداند. هر مشکلی مصیبتی که مسلمان ها دارند، هر بیماری که مسلمان ها دارند، الله تعالی شفای کامل و رهایی نصیب روزی گرداند. الله تعالی گذشتگان ما علل خصوص علمای اسلام که دین مقدس اسلام را به ما شما رسانیدند، آنها را رحمت و مغفرت گرداند. الله تعالی هر شخصی که بر ذمه ما حق و حقوق دارد آنها را رحمت و مغفرت گرداند. پروردگار ما برای خود و برای تمام مسلمان ها نیکی های دین و دنیای آخرت را میپرسیم. پروردگار ما از هر چیزی نیکیه که پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیدند تو را از آن میپرسیم. هر بدیه که پیامبر صلی الله علیه و سلم از او پناه طلب کردند ما پناه میطلبیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. تماشابینان عزیز، اینجا وقتی برنامه امروزه ما با پایان میرسد. با این گونه دعاهای نیک و دعا میکنیم که دعای نیک در مستجاب گردد و انشاءالله باز روز دیگر در برنامه دیگر شما را انتظار میشیم. تشکر زیاد میگم به برادر ما و داملا که امروز در برنامه ما اشتراک کردند.
را نقل میکنیم. الله تعالی می فرماید: ای آنان که ایمان آورده اید، بر شما واجب شد روزه همان گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند فرض شده بود، تا فرموده او تعالی: ماه رمضان که در آن فرو آوردیم قرآن را راهنمای برای مردم و سخنان روشن از هدایت و جدا کردن حق از باطل. پس هر کی از شما دریابد آن ماه را باید روزه گیرد آن را، و هر کی بیمار باشد یا مسافر بر وی لازم است که به شمار روزهای فوت شده از روزهای دیگر. سوره بقره آیه 183 تا 185. از ابو هریره الله از وی راضی باشد روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: الله تعالی می فرماید: هر عمل فرزند آدم برای خود اوست غیر از روزه که آن برای من است و من پاداش آن را می دهم، و روزه سپر است، یعنی در مقابل دوزخ یا گناهان. و چون روزه یکی از شما باشد باید ناسزا نگوید و فریاد نکشد و با کسی درگیر نشود، و اگر کسی او را دشنام داد یا با او جنگ کرد باید بگوید من روزه دارم و سوگند به ذاتی که جان محمد صلی الله علیه و سلم در دست اوست، همانا بوی دهان روزدار در نزد الله از بوی مشک نیکوتر است. و برای روزدار دو شادی است که بدان شاد می شود: یکی چون افطار کند شاد می گردد و دیگری چون پروردگارش را ملاقات کند به روزه اش شاد می گردد. این از کتاب بخاری است. رمضان يا رمضان يا موسم القرآن أقبلت بالبشرى والخير والغفران. رمضان رمضان. سوره قصص یعنی داستان در مکه نازل شده است و از 88 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. طاسیم میم. تا سین میم. تلك آیات الكتاب المبین. این آیت های کتاب روشن است، یعنی قرآن مجید بیان می کند حق را از باطل و نمودار می سازد راه راست را از کج و راه سعادت دنیا و آخرت را برای انسان ها نشان می دهد. نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. برای آنهایی که به این قرآن ایمان می آورند داستان راستین موسی و فرعون را بر تو می خوانیم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فرعون در آن سرزمین مصر برتری جست و مردمش را گروه گروه ساخت. گروه را یعنی بنی اسرائیل خار می داشت
و پسرانشان را می کشت و زنانشان را زنده می گذاشت که هر آینه او از فسادکاران بود. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. و می خواهیم بر آنان که در زمین ضعیف و ناتوان قرار داده شدند منت نهیم و آنان را در خوبی ها پیشوا سازیم و بعد هلاک فرعون و قومش آنان را وارث زمین سازیم. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. و آنها را در آن سرزمین یعنی مصر و شام آبرو و قدرت بخشیدیم و به فرعون و هامان یعنی وزیر فرعون و لشکریانشان چیزی را که از آن می ترسیدند نشان دهیم، یعنی می ترسیدند از رفتن ملکشان و بدر شدنشان از دیارشان به سبب تولد موسی علیه السلام. و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. و به مادر موسی وحی کردیم که او را شیر بده و اگر بر او ترسیدی به دریای نیل بیانداز و مترس و غمگین مشو. او را به تو حتما باز میگردانیم و او را از پیامبران قرار میدهیم. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. پس هنگامی که مادر موسی او را در صندوق نهاد و به دریا افکند، یاردمچی های فرعون او را از آب برگرفتند تا سرانجام دشمنی آنان و مایه اندوهشان گردد. هر آینه فرعون و هامان و لشکریانشان خطاکار یعنی مشرک بودند. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. و زن فرعون یعنی آسیا برای فرعون گفت این طفل مایه شادمانی من و توست، او را مکشید، شاید به ما نفع برساند یا او را به فرزندی گیریم. و آنها حقیقت حال را نمی دانستند که هلاکیشان از دست آن طفل است. و اصبح فؤاد ام موسی فارغا ان كادت لتبدی به لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنین. و دل مادر موسی از همه چیزهای دنیا خالی گشت بجز غم موسی و اگر دلش را قوی نکرده بودیم که از مؤمنان باشد نزدیک بود که آنچه در دل داشت آن را آشکار کند. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. و هنگامی که مادر موسی را به دریا افکند به خواهر او گفت از پی او برو و خواهرش او را از دور می دید حال آن که آنها یعنی قوم فرعون نمی دانستند که او خواهرش می باشد.
وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. و پیستان همه زنانی شیرده را پیش از برگشتنش به سوی مادرش بر او حرام کرده بودم. خواهرش گفت آیا می خواهید شما را به خانواده راهنمایی کنم که او را برایتان شیر دهد و نیکو تربیت کند و آنها برای او نیکخواه باشند؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. پس موسی را نزد مادرش برگردانیدم تا چشمان آن زن از دیدار طفلش روشن گردد و غمگین نباشد و بداند که البته وعده الله حق است که فرزندش را به او باز می‌گرداند و به پیامبریش می‌خواند، ولی بیشتری مردم حق بودن وعده الله را نمی‌دانند. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. و چون موسی به کمال رشد خود رسید، یعنی از نظر قدرت و عقل و خیرت به حد کمال رسید و برومند شد، او را حکمت و دانش دادم و نیکوکاران را چنین پاداش می‌دهم. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. بیخبر از مردم شهر به شهر داخل شد. ناگهان دو تن را دید که با هم می جنگیدند. یکی از آنها از پیروان او بود و دیگری از دشمنانش. پس آن که از پیروانش بود بر ضد آن دیگر که از دشمنانش بود از او یاری خواست. پس موسی مشتی محکم بر او زد و او را کشت. گفت این کار شیطان بود، هر آینه او دشمنی گمراه کننده آشکار است. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحیم. موسی گفت ای پروردگارم، هر آینه من به خود ستم کردم، مرا بیامرز. پس الله او را ببخشید. البته او آمرزنده گناه ها و با بندگانش مهربان است. قال رب بما انعمت علی فلن اكون ظهیرا للمجرمین. موسی گفت ای پروردگار من، به شکرانه نعمتی که بر من عطا کردی پس هرگز پشتیبان گناهکاران نخواهم شد. فاصبح فی المدینة خائفا یترقب فاذا الذی استنصره بالامس یستصرخه قال له موسى انك لغوی مبین. پس موسی در شهر ترسان و چشم براهی حادثه شب را صبح نمود. ناگهان دید که مرد که دیروز از او مدد خواسته بود باز هم او را فریاد میزند و کمک میخواهد. موسی به او گفت هر آینه تو گمراهی آشکار هستی.
فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. پس هنگامی که موسی خواست به کسی که دشمنی هر دوی آنها بود حمله برد و بزند، او فریاد زد و گفت ای موسی، آیا میخواهی همچنان که دیروز یکی را کشتی مرا نیز بکشی؟ تو میخواهی که در این سرزمین ظالم باشی و نمیخواهی که از صالحان باشی؟ و جاء رجل من اقصى المدینة یسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. مرد از دوردست شهردوان آمد و گفت ای موسی، سرداران قوم فرعون درباره تو مشورت میکند تا تو را بکشند. از این شهر بیرون برو، من هر آینه خیرخواهی تو هستم. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. پس ترسان و نگران از شهر بیرون شد، گفت ای پروردگار من، مرا از قوم ستمکاران نجات بده. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وقتی که موسی قصد به سوی شهری مدین کرد، بیرون از وطن فرعون شده، گفت امید است که پروردگار من مرا به راه راست رهبری کند. شهر مدین در جنوب فلسطین قرار دارد. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. چون به آب چاه شهر مدین رسید، گروهی از مردم را دید که چارپایان خود را آب می دهند و در کنار آنها دو زن را دید که گوسفندان خود را باز می دارند و به چاه نزدیک نمی شوند. موسی گفت شما چی می کنید؟ چرا گوسفندان خود را آب نمی دهید؟ گفتند ما آنها را آب نمی دهیم تا آنگاه که چوپانها باز گردند و بروند که پدر ما پیری کهنسال است و توانایی این کار را ندارد. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. پس موسی برای گوسفندان آن دو زن آب داد، سپس به سایه درخت بازگشت و گفت ای پروردگارم، من به تحقیق به آن نعمتی که برایم میفرستی محتاجم. یعنی موسی آن زمان در گرسنگی سخت گرفتار شده بود. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. پس یکی از آن دو زن که شرمیده راه می رفت نزد موسی آمد و گفت
هر آینه پدرم تو را دعوت می کند تا مزد آب دادن گوسفندان را بدهد. چون موسی نزد پدر او آمد و قصه سرگذشت خود را برایش حکایت کرد، پدر او گفت: مترس که تو از مردم ستمکار یعنی فرعون و قومش نجات یافته ای. قالت احداهما یا ابت استأجره ان خیر من استأجرت القوی الامین. یکی از آن دو زن برای پدرش گفت: ای پدر، او را مردی کار بگیر. بگمان بهترین کسی را که می توانی مردی کار بگیری کسی است که نیرومندی امین باشد و او چنین است. قال اینی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. پدر دختر شعیب نام داشت. گفت: هر آینه می خواهم یکی از این دو دخترم را زنی تو کنم به شرط آن که 8 سال مردی کاری من باشی و اگر آن را تا 10 سال تمام کنی پس لطف و محبت به سوی توست و من نمی خواهم بر تو سخت گیری کنم. انشاءالله مرا از صالحان خواهی یافت. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. موسی گفت: این قرارداد میان من و تو باشد که هر کدام از این 2 مدت را انجام دادم بر من ستم نخواهد بود و الله تعالی بر آنچه میگویم گواه است. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. پس چون موسی آن مدت معین را به پایان رسانید و آن 10 سال کامل بود و با زنش به سوی مصر روان شد، از سوی کوه طور آتش دید و اهل خود گفت: اینجا ایستید، همانا من آتش دیدم، شاید از آن خبر یا پاره آتش بیاورم تا گرم شویم. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. چون موسی نزد آتش آمد، از کناره راستی وادی در آن سرزمین مبارک از میان یک درخت ندا داده شد که ای موسی، البته من الله برحق و پروردگار جهانیم. و ان الق عصاک فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. از سایت را بیانداز. چون دیدش که مانند مار می جنبد ترسید و گریزان بازگشت و به عقیب ننگریست. الله گفت: ای موسی، پیش آی و مترس، هر آینه تو از همه ناخوشی ها در امان هستی. اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء
سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. دستت را در گریبان خود فرو کن تا سفید و درخشنده بیرون آید، به هیچ آسیب و تا از وحشت بیارامی دست خود در بغل کن. این دو معجزه، عصا و دست درخشان، از جانب پروردگارت برهان روشن برای فرعون و اشراف قوم است. بیگمان آنان مردم سرکشند. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. موسی گفت ای پروردگارم، من یک تن از آنها را کشتم، پس می ترسم که مرا بکشند. و اخی هارون هو افصح منی لسانا فارسله معی رد ان یصدقنی اینی اخاف ان یکذبون. و برادرم هارون به زبان از من فصیح تر است، پس او را به مدد من بفرست تا مرا تصدیق کند. هر آینه بیم آن دارم که دروغگویم می شمارند. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. الله تعالی گفت تو را با برادرت قوی و نیرومند خواهیم کرد و برایتان حجت قرار می دهیم. پس به سبب نشانه هایی که شما را داده ایم به شما دست نخواهند یافت. شما و پیروانتان پیروز خواهید بود. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. چون موسی آیتی روشنی ما را نزدشان، یعنی نزد فرعون و قوم آورد، گفتند این جادوی است برخاسته، ما از نیاگانمان چنین چیزهای نشنیده ایم. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. و موسی به فرعون گفت پروردگار من به حال آن کسی که از جانب او به هدایت آمده است و عاقبت پسندیده در آن سرای دیگر از آن است آگاه تر است. البته ستمکاران نجات نمی‌یابند. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. فرعون گفت ای جماعت، من برای شما معبود جز خود نمی شناسم. ای هامان برای من خشت ببست و بلند مناره بساز، شاید که از الله موسی با خبر شوم. هر آینه من دروغگویش می پندارم. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فرعون و لشکرهایش به ناحق در زمین مصر سرکشی کردند و پنداشتند که بعد مرگشان آنها به نزد ما بازگردانیده نمی شوند.
فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. پس ما فرعون و لشکرهایش را گرفتیم و به بحر انداختیم. پس بینگر که عاقبت کار ستمگاران چگونه بود. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. و آنان را از آن گونه پیشوایان ساختیم که مردم را به آتش جهنم دعوت می کنند و در روز قیامت کسی یاریشان نمی کند. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. در این دنیا از پیشان لعنت یعنی خواری و غضب را روانه ساختیم و در روز قیامت از زشت رویانند و از رحمت الله تعالی محرومند. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. پس از آن مردمی روزگاری پیشین را هلاک ساختیم، یعنی مانند قوم نوح، عاد، ثمود و قوم لوط و اصحاب مدین. به موسی کتاب تورات دادیم که برای مردم بنی اسرائیل عبرت و هدایت و رحمت باشد، شاید آنها از این نعمتهای پروردگار پند گیرند. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. آنگاه که به موسی فرمان امری پیغمبری را وحی کردیم، تو ای رسول نه در جانب غربی کوه طور بودی و نه در آنجا حاضر بودی تا گفته شود از آن طریق این خبر به او رسیده است. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. ولی ما از آن پس یعنی بعد موسی نسل‌های را بیافریدیم که عمری دراز یافتند، پس عهد الله را فراموش کردند و امرش را ترک نمودند و تو در میان مردم مدین مقیم نبودی که آیات ما را بر آنها بخوانی، ولی ما بودیم که به سوی تو آن را وحی گفتیم و برای مردم تو را به پیامبری فرستادیم. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ای رسول، تو در کنار کوه طور نبودی آنگاه که موسی را ندا دادیم، ولی این رحمت است از جانب پروردگارت تا مردم را که پیش از تو بیم دهنده نداشتند بیم دهی، باشد که آنها پند پذیر شوند و هر خوبی را بجا آرند و از هر بدی دوری گیرند. ولولا أن تصيبهم
مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. و چون به سبب اعمالی که کرده اند مصیبت به آنها رسد می گویند ای پروردگار ما چرا پیامبری بر ما نفرستادی تا از آیات تو پیروی کنیم و از مؤمنان باشیم. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. چون پیامبر راستگار محمد صلی الله علیه و سلم از جانب ما بر آنان مبعوث شد کافران قریش گفتند چرا آنچه به موسی از معجزه ها داده شد به او داده نشده است؟ بگو ای رسول برایشان آیا اینها یعنی یهودی ها پیش از این به آنچه به موسی داده شده بود کافر نشده بودند و گفتند که این هر دو یعنی تورات و قرآن جادویند و پشتیبان یکدیگرند و گفتند ما به هر کدام از آنها ایمان نمی آوریم. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعه إن كنتم صادقین. بگو ای رسول اگر راست میگوید از جانب الله کتاب بیاورید که از این دو یعنی تورات و قرآن بهتر راه بنماید تا من هم از آن پیروی کنم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. پس اگر این سخنی تو را اجابت نکردند بدان که از پی هوای نفس خویش می روند و کیست گمراهتر از کسی که به راهنمایی از سوی الله از پی هوای نفس خود می رود. هر آینه الله مردم ستمکار را که مخالفت امر او کردند و از حدودش بیرون رفتند هدایت نمی کند. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. برایشان سخن در سخن پیوستیم یعنی پی در پی آیات قرآن را نازل کردیم باشد که پند پذیر کردند. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. کسانی که پیش از این کتاب یعنی قرآن کتابشان داده بودیم یعنی یهود و نصارایی که کتاب الله را تبدیل نداده بودند یعنی تغییر نداده بودند با آن قرآن و محمد صلی الله علیه و سلم ایمان می آوردند. و اذا یتلی علیهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمین. و چون بر آنها قرآن تلاوت کرده شد گفتند با آن ایمان آوردیم بیگمان این از جانب پروردگار ما است و حقیقتا ما پیش از نزول آن هم مسلمان بودیم. اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. آنها کسانی اند که به سبب صبری که کرده اند
2 بار به آنها پاداش داده می شود، زیرا آنها ایمان به کتاب خودشان دارند و نیز ایمان به قرآن دارند. اینها بدی را به نیکی دور می کنند و نیز از آنچه روزیشان داده ایم صدقه می کنند. و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. و چون سخن بیهوده بشنوند از آن روی گردانی می کنند و می گویند کردارهای ما از آن ما و کردارهای شما از آن شما، به سلامت بمانید، ما خواستاری جاهلان نیستیم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. اروینا تو ای رسول هر کس را که دوست داری نمیتوانی هدایت کنی، ولی الله تعالی هر کی را بخواهد هدایت میکند و او هدایت یافتگان را بهتر میشناسد. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. مشرکان گفتند اگر از دین تو پیروی کنیم ما را از سرزمینمان برمیکنند. آیا آنها را در حرم امن جای نداده ایم که همه گونه میوه ها در آن فراهم می شود و این رزق است از جانب ما، ولی اکثر مشرکان قدر این نعمت ها را نمی دانند تا شکر الله را بجا آرند. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. چه بسا مردم شهر را هلاک ساختیم که در زندگی خود مست و مغرور شده و سرکشی کرده بودند و این خانه های آنهاست که بعد از آنها جز اندک کسی در آنها سکونت نکرد و ما وارث آنها بودیم و آنها را میرانیم و به سوی ما باز میگردند، پس آنها را موافق عملهایشان جزا خواهیم داد. و ما کان ربک مهلک القرى حتی یبعث فی امها رسولا یتلو علیهم آیاتنا و ما كنا مهلک القرى الا و اهلها ظالمون. ای رسول، در زمان تو هرگز پروردگاری تو مردم شهرها را که گرد و اطراف مکه بودند هلاک نکرد تا آنگاه که از خودشان در مکه پیامبر بر آنها فرستاد و او آیات ما را بر آنها بخواند و ما شهرها را نابود نکرده ایم مگر آن که مردمش ستمکار بودند. و ما اوتیتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. ای مردم، چیزهایی که به شما داده شده است از مال و فرزند برخورداری و آرایش این زندگی دنیوی است، حال آن که برای پرهیزگاران آنچه نزد الله است بهتر و پایدارتر است. چرا نمی اندیشید؟ افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقیه کمن متعناه
كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. آیا آن کس که او را وعده های نیک داده ایم پس او به آن وعده ها خواهد رسید؟ همانند کسی است که او را از مال این جهانی بهره‌مند کرده ایم سپس در روز قیامت از حاضر شدگان در عذاب خواهد بود. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. و روزی که الله تعالی آنان را ندا می دهد و می گوید شریکانی را که برای من می پنداشتید کجایند؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. آنان که حکم عذاب درباره‌شان تحقیق شده است میگویند ای پروردگار ما اینها کسانی هستند که ما گمراهشان کردیم از آن رو گمراهشان کردیم که خود گمراه بودیم از آنها بیزاری می جوییم و به تو می گرویم. اینها ما را نمی پرستیدند بلکه شیطان ها را می پرستیدند. وقیل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. و برای مشرکان گفته شود اکنون معبودان خود را که شریک الله می پنداشتید فریاد کنید تا شما را یاری کنند پس آنها را می خوانند ولی به آنها جواب نمی دهند و چون عذاب را با چشم خود ببینند آرزو می کنند که کاش از هدایت یافتگان می بودند. و یوم ینادیهم فیقول ماذا اجبتم المرسلین. و روزی که الله مشرکان را ندا کند و گوید دعوت پیامبران را چگونه قبول کردید؟ فعمیت علیهم الانباء یومئذ فهم لا یتساءلون. در این روز خبرها بر آنها پوشیده شود و از یکدیگر نیز نتوانند پرسید. فاما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحین. اما آن کس که توبه کرد از مشرکان و ایمان آورد و عمل صالح به جای آورد پس امید است که از رستگاران باشد. و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره سبحان الله و تعالی عما یشرکون. پروردگار تو هر چی را که بخواهد می آفریند و اختیار می کند ولی آنها را هیچ توانی اختیار نیست. پاک است الله و از هر چی برای شریک می سازند برتر است. و ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون و هو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. و پروردگار تو هر چی را که در دل پنهان داشته‌اند یا آشکار کرده‌اند می‌داند. اوست الله یکتا، هیچ معبود بر حق غیر آن نیست. ستایش خاص اوست، چی در این جهان و چی در جهان دیگر، و فرمانی اوست و همه شما به سوی او
بازگردانیده می شود. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. بگو ای رسول خبر دهید مرا ای مردم چی تصور میکنید اگر الله شبتان را تا روز قیامت طولانی سازد؟ جز او کدام الله هست که شما را روشنی ارزانی دارد مگر نمیشنوید؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. بگو برایشان خبر دهید مرا چی تصور میکنید اگر الله روزتان را تا روز قیامت طولانی سازد؟ جز او کدام معبود است که برای شما شب آورد که در آن بیاسایید؟ مگر نشانه ها و آیات الله را نمی بینید؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. و از رحمت او آن که برای شما ای مردم شب و روز را پدید آورد تا در آن شب آرام بگیرید و در آن روز و طلب روزی برخیزید باشد که شکر گویید. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. و روزی که الله آن مشرکان را ندا دهد و برایشان بگوید شریکانی که برای من در دنیا میپنداشتید کجایند؟ ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. و از هر ملت شاهد بیاوریم و گوییم دلیل خویش بیاورید پس آنگاه بدانند که حق از آن الله است و غایب شود از نظرشان آن بهتانی را که به دروغ میخوانند. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هروینه قارون از قوم موسی بود که برای آنها ستم کرد و به او چنان گنج‌های دادم که بیشک حمل کلیدهایش بر گروهی از مردم نیرومند دشوار می نمود. آنگاه که قومش به او گفتند به خاطر این همه مالت مغرورانه شادی مکن، به درستی که الله تعالی کسانی را که شادی می کنند و مغرور می شوند و شکر الله نمی کنند دوست نمی دارد. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. در آنچه الله به تو ارزانی داشته است سرای آخرتت را بجوی و بهره خویش را از دنیا فراموش مکن و همچنان که الله به تو نیکی کرده است با دیگران نیکی کن و در زمین از پی فساد مرو که هر آینه الله تعالی فساد کنندگان را دوست نمی دارد.
قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قارون در جواب نصیحت قومش گفت: همانا آنچه به من داده شده است از این گنج ها به سبب دانش من بود. آیا قارون ندانسته است که به تحقیق الله پیش از او نسل های را هلاک کرده که قوتشان از او افزونتر و شمارهشان بیشتر بوده است و این گناهکاران را که گناههایشان معین است از گناهشان نمی پرسند بلکه حالت آنها را می دانند و آنها را عذاب می دهد. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. پس روز قارون با آرایش و زینت خیش بر قومش بیرون آمد. کسانی که خواهان زندگی دنیا بودند گفتند: ای کاش آنچه که به قارون داده شده ما را نیز می بود، به درستی که او از بهره بزرگ برخوردار است. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، در شرح کتاب عمدة الأحکام قرار داریم. حافظ عبدالغنی بن قدامه مقدسی در کتاب زکات حدیث 175 را ذکر کرده گفتند که عن عبدالله ابن زید بن عاصم قال لما افاء الله على رسوله يوم حنين. عبدالله ابن زید بن عاصم رضی الله عنه میگویند که وقتی که الله سبحانه و تعالی به جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم روز حنین غلبه را داد، افاء به معنای اعطا، یعنی الله سبحانه و تعالی به پیغمبرش روز حنین غلبه را نصیب روزی گردانید. حنین واقعه است، جنگ شده بود. این وادی هست بین مکه و طائف و حنین غزوه حنین نامیده می شود که یک وادی قریب از طائف است. سال 8 هجری در آنجا یک غزوه شده بود، جنگ شده بود بین مسلمان ها و مشرک ها و آن جنگ به فایده مسلمان ها تمام شد. بعد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی که راوی میگوید قسم فی الناس، غنیمت را بین مردم تقسیم کردن. غنیمت هر مال و ملکی که بعد جنگ از آن دشمن بود و از آن مسلمان ها می شود، این غنیمت است که به امت اسلام حلال است. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم این را به جنگاورها تقسیم میکردند، اما پیشین پیغمبرها حلال نبود. برای پیشین پیغمبرها و امتهای آنها گرفتن مال غنیمت حلال نبود، برای آنها حرام بود.
یا اینکه جمع میکردن از جانب الله تعالی آتشی آمده آن را میخورد میسوزاند. اما از مهربانی الله سبحانه و تعالی آن غنیمه را حلال گردانید و پیامبر صلی الله علیه و سلم بین جنگاورها تقسیم میکردند و پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد خاتمه جنگ شروع به تقسیمات غنیمه کردند و فی المؤلفه قلوبهم. بیشتر جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم به آن شخصیت های غنیمه تقسیم کردند که آنها مؤلفه قلوبهم بود که ما در درس گذشته درباره مؤلفه قلوبهم کمی معلومات داده بودیم که آنها شخصیت هایی هستند که قلب آنها به اسلام گرم است و اگر ما به آنها مزد دهیم مال دهیم قلب آنها گرم میشه. اینها دو خیل هستند، یک نوع آنها کافر هستند و قریب که اسلام قبول کنند، نوع دوم مسلمان شدند و ولی حالا اسلام به قلب آنها در آمده نرفته است. ظاهرا مسلمان شدند ولی حالا آنقدر قدر و منزلت اسلام و بزرگی اسلام را نفهمیدند. برای اینها جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم از مال غنیمت، از مال زکات چخیلی که الله تعالی بیان کرد میدادند و در این غزوه پیامبر صلی الله علیه و سلم به بعض شخصیت هایی که راهبرای قبیله ها بودند، شخصیت های بزرگ بودند مانند ابو سفیان 100 شتر 300 شتر غنیمه تقسیم کردند. ولم یعطی الانصار شیئا، به انصاری ها چیزی ندادند. انصاری ها مردم مدینه هستند که عبارت از قبیله اوس و خزرج بودند. اینها شخصیت هایی که وقتی که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه همراهی صحابه ها هجرت کردند و پیغمبر علیه السلام و به صحابگان جای دادند و پیغمبر صلی الله علیه و سلم را با نوری چشم قبول کردند و پیشوای خود خواندند و اطاعت از پیغمبر صلی الله علیه و سلم کردند. در راه دین مقدس اسلام مال خود، جان خود، فرزندان خود، همسران خود، هر چیزی که مالک بودند دیگه دریغ نمی داشتن، فدا میکردن در راه این دین مقدس اسلام. بنابراین اینها در لغت قرآن و سنت انصاری ها نامیده شدند. شخصیت هایی که نصرت به مسلمان ها و نصرت به پیغمبر علیه السلام، نصرت به این دین مقدس اسلام کردند، یاری دادند. و لم یعطی الانصار شیئا، راوی میگوید که پیامبر صلی الله علیه و سلم به انصاری ها چیزی ندادند. فکأنهم وجدوا فی انفسهم، گویا انصاری ها در قلبشان چیزی را پیدا کردند. یعنی گفتن برای چی اسبهای ما خون آلود شد، شمشیرهای ما شکست در این جنگ، در صف پیش ما جنگیدیم و اون شخصیت هایی که در آخرین صف فقط در قطار جنگاورها اشتراک کردن جنگ نکردن، برای اینکه اون شخصی که در آخری صف ایستاده است جنگ نمی کند و رفت و اگر مسلمان ها مغلوب شوند در گریختن یکم می گریزند. برای همونها پیامبر صلی الله علیه و سلم 100 شتر و 300 شتری تقسیم کردند. برای آنهایی که شمشیرهاشون شکست، جراحت برداشتن، اسبهاشون جراحت برداشت، خونشون ریخت، ولم یعطی الانصار شیئا، و انصارها یک چیز هم، یک درهم هم ندادن. بعد آنها در دلشون چیز پیدا شد، گفتن برای چی این خیلی، یعنی این چی تقسیماته؟ در شریعت برادرای عزیز خوب دانید که برابریه که سوسیالیسم داشت نیست و اون ظلمی که کپیتالیسم دارد اونم نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم شریعت اسلام عدالت گفته که ترمین هست، اصطلاح عدالت، برابری نیست. کلمه برابری نادرست است. شریعت ضد برابری هست. شریعت جانبدار عدالت است. عدالت، یک فرزندتون 18 ساله هست، یک فرزندتون 5 ماهه هست، مگر برای اینها برابری صدقه میکنید، نفقه میکنید؟ برای اینش هم مثلا $100، برای اینش هم $100 میدید؟ نه، برای هر یکتش برای خودش مناسب. یکتش در دانشگاه میخواند، یکتش به باغچه میرود، یکتش به مکتب میرود. اینا صرف و خراجات اینها فرق میکند. همین عدالت است. وقتی که به هر یک که آنها موافق خودش دادید، این عدالت. اگر به همش یک سو میدادید، در اینجا به بعضی ها ظلم میکنید. برابری نیست در شریعت.
عدالت است. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم به انصاری ها چیزی ندادن. آنها در دلشان گپی پیدا شد. اذ لم یصبهم ما اصاب الناس، چون به آنها نرسید آن چیزی که به مردم رسید. بعد فخاطبهم، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم آنها را خطبه کردند. یعنی اینجا راوی نقل کرده ایستادن، لیکن اصلی قصه این است که یک نفری از انصاری ها اومده این حادثه رو به پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل میکنه که یا رسول الله شما به انصاری ها چیزی ندادید، آنها در دلشان چیزی پیدا شد، مقصد به دلشان گپ اومد، تو چی میگویی؟ گفت که یا رسول الله من هم یک مردی از قومم هستم، یعنی منم انصاری هستم، آن چیزی که به دل آنها اومد به دل منم اومد. این دلالت به راستگویی صحابه ها علی الخصوص انصاری ها و صداقت آنها میکنه. آنها درویه نبودن، یعنی در رویشان نه من این گونه نیستم، من طرفداری شما هستم، نه، هر چیزی که هست همان را میگفتن. رضی الله عنهم و ارضاهم، الله از ایشان راضی باشد. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم انصاری ها را جمع گفتن در یک جای، فقط انصاری ها باشد. بعد آمده پیامبر صلی الله علیه و سلم خطبه کردن، گفتن که یا معشر الانصار، گفتن که ای جماعت انصاری ها، الم اجدکم ضلالا فهداکم الله بی، مگر من شما رو گمراه نیافتم؟ وقتی که شما مرا وا خوردید، شما گمراه بودید، بت پرست بودید، الله تعالی به واسطه من شما رو هدایت کرد. میگونه نبود. و کنتم متفرقین فالفکم الله بی، شما جدا بودید از همدیگر. اوس و خزرج سالهای طولانی بین همدیگر جنگ داشتن، دو قبیله در یک شهر شب و روز سالش 12 ماه جنگ داشتن، غالبی احوالشان جنگ بود. شما یک مردمی به همدیگر گوناگون بودید، همیشه جنگ و جدال داشتید. الله به واسطه من بین شما دوستی و الفت را داد، همیشه نکرد. و عالتا فاغناکم الله بی، شما کمبغل بودید، الله تعالی به واسطه من شما رو بای گردانید. یعنی کمبغل بودید به این معنا که یعنی آن حالتی که انصاری ها پیش از پیامبر صلی الله علیه و سلم داشتند فرق میکرد از آن حالتی که بعدی پیامبر صلی الله علیه و سلم. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدن، غزوه ها شد، فتوحات شد، شهری مدینه شهری صاحبی پول و مال شد، تجارتش الله تعالی برکت داد، به زراعتش به برکت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم برکت داد. حتی در مدینه یه بیماری وبای بود، پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده دعا کرد، الله تعالی وبا را دور کرد. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم به برکت آمدن پیامبر صلی الله علیه و سلم زندگی آنها به بهبودی روی آورده بود. فاغناکم الله بی، شما حاجتمند بودید، الله تعالی شما را به واسطه من بی حاجت کرد. الم اجدکم ضلالا فهداکم الله بی، شما گمراه بودید، الله تعالی شما را هدایت کرد به سبب من. و قالوا الله و رسوله امنوا، صحابه میگوید که صحابه ها انصاری ها میگفتند که الله و رسولش سزاوار است که منت کند، حق دارند که منت کنند، منت به دیگرها جایز نیست. الله تعالی میگوید که شما صدقه های خود را با منت و اذیت باطل نکنید، بیکار نکنید. انسان وقتی که به یک محتاج، به یک خویشاونده، به کسی باشد خیر و سخاوت کند، بعد آن خیر و سخاوتش را منت کند، من به تو خیر کردم، من به تو نیکی کردم، گفتن گیرد، باطل می شود، آن بیکار می شود. الله تعالی من کرد که منت نکنید، گفت مادامی که دادید اصلا به خاطر الله دید، به خاطری که الله دادید، خواه آن مرد شما را حرمت کرد نکرد، خواه قدر نیکی شما را دانست ندانست، شما مکافات خود را از الله تعالی میگیرید، از او هیچی امیدوار نشوید، به او منت هم نکنید، شما از الله تعالی طلب کنید اگر به خاطر الله تعالی داده باشید. بعد قالوا الله و رسوله امنوا، الله تعالی و رسولش حق دارد که منت کند. قال ما یمنعکم ان تجیبوا رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر علیه الصلاة و السلام گفتند که شما را چی منع کرد که جواب گردانید به رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی هر وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم یک منتی میکردند، آنها هم باید عادتا مردم جواب میگرداند، لیکن
انصاری ها جواب نگرداندند. ما یمنعکم ان تجیبوا رسول الله، شما رو چی منع کرد که به پیغمبر الله تعالی جواب گردانید؟ برای چی جواب نگردانیدید؟ قالوا الله و رسوله امنوا، الله تعالی و رسولش حق دارد، سزاوار است که منت کند. قال لو شئتم لقلتم جئتنا کذا و کذا، شما اگر خواهید میگفتید که تو آمدی به نزد ما چنین و چنین، یعنی در دیگر روایت ها آمده است که تو آمدی کم بغل، ما جای دادیم، آمدی جای و مکان و خانه نداشتی، یعنی مهاجرهایی که خط همراه شما آمد اونها هم جا نداشتن، جای دادیم، مال و ملک نداشتید، ما مال همه تقسیم کردیم، شما را خانه‌دار کردیم، یعنی عمومی مهاجرها را. شما هم چنین جواب میگفتید. اهل مکه برآورده شما را از دیارتان پیش کرد، سور کرد، اونها شما را جای نداد، ما جای دادیم. گفته شما هم یک چی میگفتید؟ الا ترى ولکنکم سکتتم، در بعضی روایات که شما سکوت کردید، یعنی این از کمال احترام و آداب شما هست که هیچ چیزی نگفتید، که شما هم میتونید گویید که آخه شما به دیار ما آمدید، مردم مکه ایمانش در دین شما را قبول نکردن، ما قبول کردیم، آنها شما را از دیارتان برآوردن، ما قبول کردیم، ما جای دادیم، ما گفته های شما را اجرا کردیم. گفته شما هم جواب میگردانید، ولی که شما سکوت کردید. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که الا ترضون ان یذهب الناس بالشاة والبعیر، مگر شما راضی نیستید که مردم به خانه هاشون با گوسفند و شتر برگردند؟ یعنی جنگ که تمام شد پیامبر صلی الله علیه و سلم با آنها گاو و شتر گوسفند تقسیم کردند. آیا شما راضی نیستید که مردم به خانه هاشون از قفای حیوانات روند، حیوان ها رو گرفته روند، رانده روند؟ و تذهبون برسول الله الی رحالکم، شما راضی نیستید که مردم با حیوان ها به خانهشان برگردند و شما همراهی رسول الله صلی الله علیه و سلم به منزلتان برگردید؟ لولا الهجره لکنت امرأ من الانصار، اگر من مهاجر نمی شدم من انصاری می شدم. بهترین صحابه ها مهاجرین و انصار. مهاجرین آنهایی که خانه و در مال و ملکشان را در راه الله ترک مکه کردن برای برداشت نام الله، برای در روی زمین طبق دین الله تعالی عمل کردن که دیگه در مکه امکانیت نبود، به مدینه هجرت کردن. مهاجرها وقتی که از مکه به مدینه هجرت کردن، اهل مدینه آنها رو یاری دادن، جای دادن، خدمت کردن، سخاوت کردن. پیامبر علیه الصلاة و السلام میگه لولا الهجره لکنت امرأ من الانصار، اگر من مهاجر نمیشدم من انصاری میشدم. ولو سلك الناس واديا او شعبا لسلكت وادي الانصار و شعبها، اگر تمام مردم یک وادی یا یک بلندی، یک کوچه را اگر پیگیری کنند، به آن طرف راه سپار شوند، من لسلكت فج الانصار و شعبها، من از قفای انصاری ها میروم، من راه انصاری ها را طی میکنم. لولا الهجره لکنت امرأ من الانصار ولو سلك الناس واديا او شعبا لسلكت وادي الانصار و شعبها. الانصار شعار، انصاری ها شعار است. گفتن شعار لباسی که به بدن نزدیک است، لباس داخلی، یعنی منزلت من و منزلت مردم، منزلت انصاری ها در بین مردم مانند لباسی که به بدن نزدیک است. و الناس دثار، مردم لباس بیرونی هست، یعنی مرد فرقیت نزدیکی آنها به من چخیل است. انصاری ها آن لباسی که چخیلی که به بدن رسیده میسد همین گونه به من نزدیک است. دیگر مردم مانند دیثار است، مانند لباسی که از بالا پوشیده میشد، پوستین های مویین و خشمین و یعنی پوست هاش خشین به بدن را میخوراند. این خیلی لباس ها رو انسان ها از به بدن نزدیک نمیکنه، در بیرون میپوشد، اما به بدن نزدیک لباس های پختگین ملایم میپوشد. انصاری ها برای من نزدیک است. گفتم و الناس دثار، مردم برای من بیگانه تر، دورتر هستند. انکم ستلقون بعدی اثرتا، شما بعد وفات من اثره را میبینید. اثره این است که یعنی پادشاه ها به شما نداده به دیگرها میدن، حالا که شما مناسب هستید، حالا که شما سزاوار هستید. این دنیا همین خیلی جای است، به سزاوار و اهلش داده نمی شود چیزی که باید داده شود.
بعد گفتن که فصبروا، اگر همین خیلی حادثه ها شد شما صبر کنید، حتی تلقونی علی الحوض، حتی مرا در حوض کوثر، در حوض پیامبر صلی الله علیه و سلم در جنت روبرو شوید. یعنی تا در جنت مرا روبرو شدن صبر کنید. گفتن پادشاه ها خلیفه ها آمده و شما نداده به دیگرها دهد، به سزاوارها نداده به نااهل ها دهد، شما صبر کنید. گفتن تا آن دمی که مرا در حوض واخورید. این حدیث برای چی مصنف در کتاب زکات آوردن؟ یک اشاره هست که در اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم به مؤلفه قلوبهم خیر کردن، مال دادن به آنهایی که قلبشان با پول به اسلام گرم می شود، برای اینکه این یک طایفه از 8 گروهی که الله تعالی در قرآن کریم به آنها زکات دادن را مشروع گردانید. در قول الله تعالی در سوره توبه الله تعالی میگوید که انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل الله وابن السبیل فریضة من الله والله علیم حکیم. در این آیت 8 جا یکی زکات باید داده شود. الله تعالی یکی از این 8 نفر را مؤلفتی قلوبهم، آن آدم هایی که کافر هستند و لیکن اگر ما از زکات یا از غنیمت به آنها دهیم آنها اسلام قبول میکنند. خلاصه این حدیث دلالت به آن میکند که الله سبحانه و تعالی 8 جای را تعیین کرده است و مؤلفات قلوبهم را بعضی علمای حنفی ها گفتند که اینها منسوخ شده است و اینها دیگر زکات داده نمی شود گفتند. لیکن جمهور علما، امام مالک، امام شافعی، امام احمد و دیگر علما میگویند که این آیت چخیلی که امام ابن شهاب زهری هم گفتند این آیت را یک آیت منسوخ نکرده است، این آیت محکم ایستاده است و مؤلفات قلوبهم اگر یافت شود از عالم ها پرسیده میشد که به فلانی یا زکات داده شود یا نشود. اگر مصلحت دانند که زکات داده شود بعد در این صورت به مؤلفات قلوبهم هم زکات داده می شود. یعنی 8 گروهی که الله تعالی ذکر کرده است که به آنها زکات داده می شود، اولین آنها فقیرها است، شخصی که چیزی ندارد. دومینش مسکین ها است، چیزی دارند ولی به روزگاری هر روزشان کفایتی نمی کند، درآمدشان با برآمدشان برابر نیست. برآمدشان اگر 2000 باشد درآمدشان 1000 است مثلا. العاملین علیه آنهایی که زکات جمع میکنند و زکات را به سزاوارانش میدهند. و چهارمینش آنهایی که قلب آنها به اسلام گرم میشد که خیلی که در باره اینها صحبت کردیم. پنجمینش و فی رقاب غلام هایی که مسلمان هستند و صاحبانش برای آنها امکانیتی خریدن خود را داده است که فلان مقدار مبلغ بیار خود را خریده آزاد کن. برای این گونه غلام ها زکات داده میشد که عین حال در زمانه ما این خیلی شخصیت های یافت شدنش بسیار نادر است. و الغارمین یعنی شخص های قرضدار. و فی سبیل الله در راه الله تعالی که این را در صحبتی گذشته در احکام زکات بیان کردیم. و ابن السبیل و شخصی مسافری که در کوچه پول مالش را گم کرده است یا بی پول مانده است تا رسیده رفتن به شهرش به این زکات داده میشد. فریضة من الله، این 8 نفر انسان ها را الله تعالی اختیار کرد و این را فرض کرد که زکات به همین ها داده شود. الله علیم و حکیم. الله تعالی ذات علیم به نهایت عالم و دانشمند و ذات حکیم است، هر یک چیز را به جای خودش میماند جل جلاله و تقدست اسماؤه. با همین حافظ ابن قدامه مقدسی 175 حدیث را ذکر کردند و حدیث های 176 و 177 درباره صدقه فطر است که در صحبت آینده ان شاء الله بیان میکنیم. الله اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. به نام الله بخشاینده و مهربان. باز یک روزی ماه شریف رمضان. الله تعالی را دعا میکنیم که
هر یک ما را استوار در راه حق گرداند و هر یک ما را به راه راست هدایت فرماید. ما و شما چون همیشگی امروز نیز در مورد ماه شریف رمضان حدیث ها را و گفته های الله سبحانه و تعالی را نقل میکنیم. الله تعالی می فرماید: ای آنان که ایمان آورده اید، بر شما واجب شد روزه همان گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند فرض شده بود، تا فرموده او تعالی: ماه رمضان که در آن فرو آوردیم قرآن را راهنمای برای مردم و سخنان روشن از هدایت و جدا کردن حق از باطل. پس هر کی از شما دریابد آن ماه را باید روزه گیرد آن را، و هر کی بیمار باشد یا مسافر بر وی لازم است که به شمار روزهای فوت شده از روزهای دیگر. سوره بقره آیه 183 تا 185. از ابو هریره الله از وی راضی باشد روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: الله تعالی می فرماید: هر عمل فرزند آدم برای خود اوست غیر از روزه که آن برای من است و من پاداش آن را می دهم، و روزه سپر است، یعنی در مقابل دوزخ یا گناهان. و چون روزه یکی از شما باشد باید ناسزا نگوید و فریاد نکشد و با کسی درگیر نشود، و اگر کسی او را دشنام داد یا با او جنگ کرد باید بگوید من روزه دارم و سوگند به ذاتی که جان محمد صلی الله علیه و سلم در دست اوست، همانا بوی دهان روزدار در نزد الله از بوی مشک نیکوتر است. و برای روزدار دو شادی است که بدان شاد می شود: یکی چون افطار کند شاد می گردد و دیگری چون پروردگارش را ملاقات کند به روزه اش شاد می گردد. این از کتاب بخاری است.